و من چقدر باید تأسف بخورم که یکی که در این مملکت اسلامی دارد میگه من رأس این مملکت هستم، با دو نفر که هر دو دشمن اسلامن، دشمن اسلامن، نه دشمن یه طایفه. رژیم اسرائیل دشمن اسلام است، نه دشمن ما، نه دشمن شما. کارترم برادر اوست. اینا سر یک میز بشینند و با هم معاهده کنن بر ضد اسلام و ما بشینیم گوش کنیم. ملت مصر هم بشیند گوش کنن، شما نویسنده هم بشینید گوش کنید. این چقدر تأسف دارد و چقدر من باید متاسف باشم به این وضع که اینها یک همچه پیونده هایی دارند با دشمنهای اسلام، با کسانی که به روی مسلمین آتش کشیدند. اینها بشینند با هم سر یک میز و با هم قرارداد کنند بر ضد مسلمین و از او بدتر این که مسلمین هم بشینند نگاه کنند، دولت‌های اسلامی هم بشینند نگاه کنند، ملت هم بشینند نگاه کنند.